سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. توی این ویدیو آموزش قرنه‌سازی لب رو به شما نشون میدم. 3 خط فرضی رسم میکنیم. 2 نقطه بالای نقاط 2 ما هستن و نقطه وسط که نقطه 1 قوس وسط لب رو نشون میده. نقاط 3 نقاط پایینی لب هستن و نقاط 4 کشیدگی لب رو تشکیل میده. همه خطوط رو به صورت با انحنای بسیار زیبایی به هم وصل میکنیم. هیچ خطی نباید به صورت مستقیم و صاف باشه. نقاط 3 هم با انحنای خیلی زیبایی به هم وصل میشه. برای مثال 3 تا دایره رو شما در نظر بگیرید. 2 دایره در بالای لب و 1 دایره در پایین لب. حالا تفاوت تینت و شیدینگ لب چیه؟ تینت لب به اصطلاح یه رنگ بسیار طبیعی به لب رو شما میدید که باید پرتاب دست به صورت شیدینگ و کوتاه باشه و به صورت چپ و راست، بالا و پایین و مورب. هر قسمت لب رو به صورت پارت باید جدا انجام بدید و میتونن زاویه دست شما باید 90 باشه و میتونه زاویه پرتاب شما بسیار زیاد و طولانی باشه. شما باید پیکسل ها رو ببینید. حالا اینجا تفاوت کانتور و لیپ تتو رو به شما آموزش میدم. خطوط باید کنار هم منسجم ترسیم بشه، چون هیلد لب باید شبیه به رژ لب باشه. زاویه پرتاب دست خیلی کوتاه باشه و باید تمام خطوط کنار هم و بسیار به هم چسبیده باشه. هر چقدر رنگ رژ لب شما میخواید پررنگ‌تر باشه، خطوط باید منسجم‌تر و کنار هم و پس‌های کارتون بالا باشه. برای کشیدن لاین شادو باید شما به صورت کوکوار و پرتاب‌های دستتون بالا باشه و برای کشیدن لاین کانتور کوکوار کنار هم منسجم به این صورتی که دارید میبینید باید کار کنید. امیدوارم دوست داشته باشید.